دعا چشمه زلال در صحرای خشک مشکل هاست. دعا کلید در گرفتاری ها در کشور نومیدی هاست. دعا صفای صبح صادق پس از تاریکی شب هاست. دعا نامه عاجزانه فقیران به سوی الله مولاست. دعا قدرتمندی ناتوان هاست. دعا مونسی تنها و تسلیت بخش دردمند هاست. دعا مغز عبادت و شیره طاعت هاست. دعا وسیله رسیدن به گنج و ثروت های آن دنیاست. دعا توفیق است، توحید است. دعا ثمره ایمان و خصلت مؤمنان راستین است. دعا مغز عبادت است. دعا این نعمت است و بخشش است. پرسیدن از الله خود عطا و بخشش است، چون نه هر کس را توفیق پرسیدن عطا گشته است. دعا این خود عبادت است. عارف بزرگوار ابن عطاءالله سکندری گفته است: همین پاداش و مکافاتش برایت در عوض طاعتت بسنده است که تو را اهل طاعتش کرده است، و هرگاه که زبانت را برای پرسیدن جاری نموده است، یعنی برای دعا کردن، یقین داشته باش که می خواهد چیزی را برایت بدهد، زیرا الله ذوالجلال خیلی کریم است. هرگاه بنده اش را توفیق پرسیدن دهد، پرسیده اش را نیز می دهد، چنانه که فرموده است: بسم الله الرحمن الرحیم، ادعونی استجب لکم. دعا کنید، طلب کنید تا که من طلب و حاجت شما را برآورده گردانم. و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.